بیاین با یه تفسیر عجیب و جالب شروع کنیم. یه سلبریتی رو تصور کنین که یه هوادار داره و اون هوادار فکر میکنه که اون سلبریتی در اصل عاشق و دلخسته اونه، در صورتی اون سلبریتی اصلا نمیدونه همچین خانومی یا همچین آقایی وجود داره که بخواد بعد از اون عاشقش هم باشه. یکم گنگ بود این حرف، ولی خب این واقعیه. یه سری آدما همچین اختلالی دارن، اختلالی به اسم اروتومانیا یا خود معشوق پنداری. سلام، من معصومه هستم. اینجا چنل گیری مایند. اینجا قرار کلی اطلاعات خفن در مورد روانشناسی یاد بگیرین و کلی چیزای باحال بفهمین. اختلالی که امروز قرار در موردش صحبت کنیم اختلالی به اسم اروتومانیاست یا خود معشوق پنداری. و بیاین برای اینکه بیشتر بفهمیمش با یک کیس واقعی شروع کنیم. مجله‌ای به نام Journal of the National Medical Association یه مقاله رو چاپ میکنه که توی این مقاله 2 خانم مورد بررسی قرار گرفتن و اختلال اروتومانیا رو خیلی دقیق‌تر موشکافی کرده. یکی از کیسایی که این مقاله میاد بهش اشاره میکنه یه خانم 26 ساله سفیدپوست امریکاییه که ظاهر متناسبی داشته، طرز صحبت و بیانشون نشون دهنده این که بیماری داشته باشن نبود و شروع میکنه از گفتن در رابطه با معشوقه خودش که یکی از همکلاسیاشه. کل دیداری که این خانم با اون آقا داره در حد همون کلاسی که همدیگه رو میبینن و صحبت این خانم اینه که علت این که اون آقا رو دوست داره در از عشق و علاقه شدید آقا به اونه. یعنی این که در از اون آقا رو دوست داره چون فکر میکنه اون آقا خیلی خیلی این خانم رو دوست داره و این علاقه که اون طرف به خانم داره باعث شده که خانم هم علاقمند بشه بهش. این خانم متوجه شده که بدون این آقا زندگی براش خیلی کسل کننده و خسته کننده و خالیه و دشمنان سعی دارن که رابطه اینها رو خراب کنن و منظورش از دشمنان همکلاسی ها، خانواده، همسایه ها و تمام اطرافیانشه. این خانم اضافه میکنه حاضر نیست با هیچ مرد دیگه توی رابطه باشه چون فکر میکنه با ارتباط با مرد دیگه در اصل داره به پارتنر خودش خیانت میکنه و همچنین میگه که همه دنیا از ارتباط و عشق این 2 نفر خبر دارن و میدونن که این 2 نفر با هم توی رابطه هستن. یکی از توهمات شدیدی که این خانم داشت این بود که تصور میکرد که از این عشق چند بچه داره و از این عصبانی بود که روانپزشکش و اطرافیان این بچه‌ها رو ازشون گرفتن و نمیذارن که این بچه‌ها رو ببینن. سندروم اروتومانیا یا خود معشوق پنداری یا سندروم دیک رامبولت یه سندروم یا یه هذیان از زیرشاخه‌های هذیان‌های اختلال هذیانیه که خود اختلال هذیانی زیرشاخه گروه اسکیزوفرنیه. مشخصه اصلی اختلالات اسکیزوفرنی اختلال در تفکره. سال 1942 دیک رامبولت این اختلال رو معرفی میکنه و توضیحات بیشتری در رابطه با این سندروم یا اختلال میده. توی این اختلال فرد باور داره که یک نفر یا چندین نفر عاشق اون فرد هستن. مقاله که در رابطه باهاش صحبت کردم اشاره میکنه به این که فقط خانم ها درگیر این اختلال میشن، ولی با توجه به مقاله دیگه‌ای هم که توی همین زمینه خوندم نشون میداد که آقای 44 ساله‌ای هم مبتلا به این اختلال بود و تصور میکرد 5 نفر از همکارانشون که همه هم متأهل بودن عاشق این آقا هستن. و اون چیزی که توی کتاب DSM-5 بهش اشاره میشه اینه که اکثر اوقات خانم‌ها درگیر این اختلال میشن، ولی خب این به این معنی نیستش که آقایون به این اختلال دچار نمیشن، بلکه تعداد خانم‌ها از آقایون مبتلا بیشتره. فرمول بندی ذهن کسی که دارای اختلال اروتومانیا است در اصل اینه که من اون آدم رو دوست ندارم، بلکه چون اون آدم خیلی من رو دوست داره من هم شیفته و عاشق اون شدم. ما 2 مدل اروتومانیا داریم. اروتومانیای اولیه که به جون خدمتکار پیر معروفه و اروتومانیای ثانویه. توی اروتومانیای اولیه ظهور ناگهانیه و توهمات نسبتاً قابل باورن و اصطلاحاً غریب نیستن. هذیان‌ها 2 مدل هستن: هذیان‌های غریب یا هذیان‌های غیر غریب. مثلا برای نمونه هذیان غریب میتونیم این رو بگیم که فرد فکر میکنه یک نفر توی کره ماه یا یه سیاره دیگه عاشق این خانم شده یا عاشق این آقا شده و هر کاری میکنه برای رسیدن به این خانم. ولی تو هذیان غیر غریب به این صورتی که فرد فکر میکنه همکلاسی خودش، دوست خودش، یکی از اطرافیانش در اصل عاشقش شده. اروتومانیای ثانویه همراه با اختلالات دیگه‌ای مثل اسکیزوفرنی خودش رو نشون میده و به شدت هم مزمنه. معنای مزمن رو اینطور میتونیم بفهمیم که به دیابت هم یه بیماری مزمن گفته میشن به خاطر اون طول دوره‌ای که داره و اون زماندار بودن بیماری. یکی از مشکلاتی که این اختلال داره اینه که ممکنه تا سالها تشخیص داده نشه
و فرد تا سالها درگیر این بیماری و اختلال باشه. و از طرف دیگه اروتومانیا میتونه اثرات جانبی یه اختلال دیگه باشه، مثل اسکیزوفرنی، اپیزود 2 قطبی نوع 1 و همچنین سوء مصرف مواد به ویژه حشیش. این اختلال معمولاً توی افرادی که تجربیات جنسی خیلی کمی دارن، افراد خجالتی هستن و پیش بینی ناپذیر هستن بیشتر اتفاق میفته. و این افراد یه فردی که خیلی توانمند باشه، جایگاه اجتماعی خیلی خوبی داشته باشه، از نظر چهره یا جذابیت لول بالایی باشه رو معمولاً به عنوان معشوقه خودشون یا معشوقه دروغین خودشون انتخاب میکنن. پیشاگهی این بیماری بسیار بده. پیشاگهی دورنماییه که ما از بهبود بیماری میبینیم. یعنی اینکه پیشاگهی بد به این معناست که ما آینده خوبی برای بهبود برای فردی که اروتومانیا داره نمیبینیم. حالا علتی که این بیماری ایجاد میشه دقیقاً چیه؟ همونطور که گفتیم سندروم خودمعشوق پنداری میتونه علائم جانبی یه اختلال دیگه باشه، مثل اسکیزوفرنی، سوء مصرف مواد و اپیزود مانیای 2 قطبی نوع 1. از طرف دیگه ژنتیک میتونه اثر بالقوه‌ای روی ایجاد اختلال داشته باشه. یعنی فردی که دچار این سندروم میشه، خواهر، برادر یا یکی از اصلگانش فردی وجود داره که اسکیزوفرنی داشته باشه یا حداقل ژنتیک این بیماری رو حتما داره. دانشمندان نزدیکی زیادی بین کسایی که اختلال اروتومانیا دارن با افرادی که اختلالات ذهنی مثل آلزایمر پیدا میکنن پیدا کردن. بخشی از صحبت روانکاوها به این اشاره میکنه که افرادی که دچار اختلال خودمعشوق پنداری هستن در اصل سندروم خودشون رو به این دلیل انتخاب کردن که با تنهایی شدید خودشون و کمبود اعتماد به نفسشون مقابله کنن. از نظر زیستی هم دانشمندان متوجه شدن افرادی که اختلالات اسکیزوفرنی یا زیرشاخه اسکیزوفرنی مثل اختلالات هذیانی یا سندروم اروتومانیا رو دارن، بطن‌های مغزیشون کوچکتر از افراد معمولیه و از طرفی توی بطن‌های مغزشون ناهماهنگی وجود داره و اندازه هاشون متفاوته. و توی مبحث درمان هم متاسفانه جزء اختلالاتیه که درمان خیلی سخت اتفاق میفته یا کم اتفاق میفته و هرچی بیماری طولانی تر و مزمن تر باشه احتمال اینکه درمان بشه فرد کمتره. یعنی که اگر یه فردی مثلا 10 سال درگیر این اختلال باشه خیلی سخت‌تر ممکنه درمان بشه به نسبت کسی که 6 ماه یا 1 سال درگیر این اختلاله. اما خب برای درمان به قطع از داروهای روانپریشی استفاده میشه و در کنارش هم تحقیقات نشون داده که خانواده درمانی اثرگذاری خیلی خوبی میتونه داشته باشه برای درمان. خب امیدوارم لذت کافی رو از این ویدیو برده باشین. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و این زیر برامون بنویسین که دوست دارین در مورد چه چیزایی ویدیو بسازیم و چه چیزایی از روانشناسی براتون جالبه که بدونین. خدافظ.